چرا وقتی این اینستاگرام رفع فیلتر شده شما هنوزم این اینستاگرامتون رو با فیلتر شکن باز میکنین؟ بیان یه گزینه است بهتون بگم فعالش بکنید، این اینستاگرامتون رو کاملا رفع فیلتر کنید و از شر این VPN و فیلتر شکنای کوفتی راحت بشید. فقط قبلش این ویدیو رو سیو کنید، بفرستید واسه رفیقاتون که اونا هم این اینستاگرامشون رو رفع فیلتر کنن. بیاین بهتون بگم چیکار کنید. با این پیج اینستاگرام من بدون وصل بودن هیچ گونه فیلتر شکنی یا VPN، فقط با اینترنت خود موبایل نگاه کن سرعت رو بدون فیلتر شکن بالا میاد. حالا راهش چیه؟ شیر کن، لایک کن و بفرست واسه رفیقات تا راهش رو بهت بگم. خیلی ساده است. توی سیتینگتون کلمه APN رو سرچ کن. اولین گزینه Access Point Name. ببینید توی این قسمت من از قبل ساختم، شما باید نیو APN رو بزنید و یه APN جدید بسازید، ولی من از قبل ساختم واردش میشم. توی قسمت نیم google.com رو وارد بکنید و توی قسمت APN هم google.com رو وارد بکنید، سیوش بکنید و تیکش رو فعال بکنید. توی این حالت اینستاگرامتون کاملا ضد فیلتر میشه.